سلام بریم با این قالبای خوشگلی که برام فرستادن یک جوکلیدیای خیلی ناز درست بکنیم. این قالبا بچه ها حالت آکواریومی دارن و تو خالی هستن و ما میخوایم با توشو با یه سری اکریل و فیمو و اینجور چیزا پر کنیم و جوکلیدیای خیلی بروز، خیلی ترند و خیلی متفاوت درست بکنیم. حالا این قالب‌ها بچه‌ها ببینید، حالا رنگ‌های مختلف هستن، هنرجوهای خودم درست کردن برام فرستادن که باشون کار بزنم. منم تصمیم گرفتم یه کارای خوشگلی بزنم و آموزشش رو برای شما هم بذارم. خب بعد از اینکه من قالبامو با چسب تمیز کردم، رزین و هاردنر جدا میکنم. آموزش رزین و هاردنر رو، ترکیب و جدا کردن و نسبت‌ها رو قبلا تو ویدیوهای قبلی به صورت کامل با جزئیات توضیح دادم، حتما اونا رو ببینید. حالا بعد از اینکه رزین و هاردنر رو ترکیب کردم، باید توی قالب‌ها بریزم. برای این کار بچه‌ها میام رزین و هاردنری که ترکیب کرده بودم با مقداری رنگ ترکیب میکنم. من اینجا از رنگ خمیری آبی استفاده کردم، به مقدار کم ریختم چون هم میخوام حالت سرامیکیش حفظ بشه و هم حالت نمیخوام پر رنگ باشه، میخوام یه حالت شفافم داشته باشه. میبینید که چقدر رنگ کمی ریختم توش که حتی روی آب اسلانگم که میارم مشخص میشه، حالت شیشه‌ای داره. قشنگ رنگ رو ترکیب میکنم. رنگ خمیری رو بچه ها خیلی خوب باید ترکیب کنید با رزین، چون قشنگ ترکیب بشه و دونه هاش نمونه، ته‌نشین نشه یا حالت موجدار نشه. پس به ترکیب کردن رنگ ها خیلی دقت کنید. قشنگ ترکیب میکنم رنگ آبی رو. من اینجا بچه ها از رنگ آبی استفاده کردم. شما میتونید از هر رنگی استفاده کنی، میتونی از پودری صدفی استفاده کنی، میتونی از جوهری استفاده بکنی، یعنی هیچ فرقی نمیکنه شما از چه رنگی استفاده بکنید. ولی من اومدم اینجا خب از رنگ خمیری استفاده کردم. نوع رنگم اصلا مهم نیست و اون رنگی هم که میخوای استفاده بکنی، مثلا من خمیری استفاده کردم، تو میتونی پودری صدفی استفاده کنی یا جوهری. من از رنگ آبی استفاده کردم، تو میتونی از رنگ‌های دیگه استفاده کنی و تنوع رنگ‌ها داریم. حالا میام یه مقدار به رنگی که اضافه کرده بودم اکلیل اضافه میکنم. اکلیل آبی که همرنگ همون رنگ آبیه که حالا با رزینم ترکیب کرده بودم. اکلیلم بچه‌ها قشنگ ترکیب میکنم و حواستون باشه این نکته رو دقت بکنید که اکلیلتون نباید رطوبت داشته باشه، قشنگ باید خشک بشه، چون مناطق رطوبتی ممکنه که همه چیز رطوبت بگیره. پس حواستون به نگهداری اکلیل ها باشه، به نگهداری رنگ ها باشه که رطوبت دچار رطوبت نشن. حالا بعد از اینکه اکلیلم هم قشنگ ترکیب کردم، میام تو قالب ها میریزم. به همین سادگی فقط میریزید و پرش میکنید. قالب هاتون رو پر میکنید از رزینی که درست کردید، از رنگی که درستش کردید. من اینجا بچه‌ها یه بار با آبی ترکیب کردم، یه بارم با رنگ پودری صدفی کرم رنگ. حالا در ادامه میبینید اومدم با رنگ پودری صدفی هم درست کردم که شما با اونم ببینید. این ستا رو بچه‌ها دو تاش حالت آکواریومی داره، یعنی بعد از اینکه من برگردونم یه حالت تو خالی داره که من اون تو خالیشو با انواع اکسسوری هایی که دارم پر میکنم. یکیش هم که اون حالت گربه ملوس هست، اونجا رنگ سفید داره، اون دیگه حالت آکواریومی نیست. اون باز مثلا یه سری برجستگی ها داره که من میام اون برجستگی هاشو با رنگ اکریلیک میام برجسته میکنم و رنگش میکنم که مشخص باشه و بعد باز مثلا حالا رزین شفاف رو کار میکنم که در ادامه خودتون متوجه میشید و میبینید. با خلال دندون اطراف قالبم رو قشنگ میکشم که اگه حباب ریزی اطرافش باشه بیاد روی کار، که من بتونم با فندک اتمی تمام حباب هاشو بگیرم. بعدش هم بچه ها حتما با فندک اتمی حباب های روی کارتون رو بگیرین. من حالا ببینید رنگ آبی رو ریختم و کاراشو انجام دادم. حالا بعد از اینکه خشک بشه از قالب درشون میارم و میبینید یه حالت توخالی داره. این قسمت توخالی که قبلا براتون توضیح دادم، اینو میخوام حالا پرش بکنم. قبل از اینکه بچه‌ها توش چیزی بریزین، ما باید اینو اول بپوشونیم. با چی میپوشونیم؟ با تلق. با تلق شفاف، چون میخوایم دیده بشه اون چیزایی که میخوایم تو این قسمت فرو رفتگی بذاریم، میخوایم دیده بشه. حالا چه جوری تلق روش کار کنیم؟ میایم تلق میذاریم روی قسمتی که حالا تو رفتگی داره، به همون حالت با ماژیک با 1 سانت فاصله، به همین مقداری که میبینید من فاصله دادم دورش، با ماژیک میکشیم، خط میکشیم که بدونیم از کجا ببریم. ببینید چون حالت قلب هست، من به همون حالت قلب دورش رو میکشم، خط میکشم که بدونم چجوری قراره بچینمش، که بعد میخوام این تلق روش بچسبونم و حالا روش رزینم کار کنم.
بچه‌ها با ماژی کشیدیم قشنگ با دستمال کاغذی یا هم الکل که پنبه رو آغشته کرده بودیم قشنگ تمیز میشه. حالا میخوایم تو این قسمت فرو رفتگی خرسامون یه سری اکسسوری بذاریم. تو اینم میبینید بچه‌ها یه حالت برجستگی داره، حالت تو رفتگی داره. قسمتاشو نقاشی میکشیم با رنگ اکریلیک، حالا هم مشکی، سفید، حالا هرچی خودتون دوست داشته باشین، هر رنگی که دوست داشته باشین. من میام اول توی قسمت تو خالی خرسایی که دارم، اون خرس کوچولویی که دارم، میام اکلیل میریزم. حالا انواع اکلیل ها، میتونید اکلیل ستاری استفاده کنید، رشته‌ای استفاده کنید، ماجیک استفاده کنید، میتونید از فیمو استفاده کنید. دیگه خودتون هر چی دوست دارین میتونید توی این قلب ها بریزید. اینا فیمای بچه که بهتون نشون دادم، حالت ستاره‌ای، میتونید بریزید توش و وقتی که تکون میخوره خیلی قشنگه. قشنگ این چیزایی که استفاده کردیم قشنگ تکون میخوره وسط اون خرسه و وسط جا کلیدیمون. حالا همش رو میریزم بچه‌ها و بعدش میام اون تلقایی که درست کرده بودم و بهتون میگم که چجوری بچسبونید. حالا بعد از اینکه اکلیل ها و فیمو ها و هر چی که دوست داشتم و وسط این جا کلیدی ها ریختم، به صورت خشک بریزین بچه‌ها، با هیچی خیسش نمی‌کنین، به صورت خشک میریزین. حالا تلقا رو میخوام بچسبونم روی این جا کلیدی ها. تلقا رو بچه‌ها با خود رزین بچسبونید. یه مقدار رزین و هارنر خیلی کم درست کنید و میتونید هم به لبه های تلقا بزنید و بذارید روی کارتون بچسبونید و هم میتونید دور تا دور کارتون بزنید، دور تا دور اون جا کلیدی ها و قسمت هایی که فرو رفته داره با خلال دندون با یه چیز نازک بزنید که خیلی پخش نشه رزینتون، نیاد تو وسط کار اکلیل ها رو چسبناک بکنه و به هم بچسبونه. قشنگ میزنید و میچسبونید روی کار و بعد باید به این 24 ساعت زمان بدید خشک بشه. یعنی رزینی که حالا تلقا بهش چسبونید باید اجازه بدید خشک بشه. بعد از اینکه خشک بشه دوباره ما رزین شفاف روش کار میکنیم. به همین شکلی که میبینید من رزین ریختم روی تلق و بعد به لبه های تلق و بعد میذارمش روی کارام، روی هر چیزی که فرو رفتگی داره و من اکلیل روش کار کردم. حالا بعد از اینکه خشک بشه میبینید بچه‌ها من از رزین یووی استفاده کردم. میام یک لایه خیلی نازک رزین یووی میریزم روی این کارها. قشنگ چسب زدم، یعنی رزین و هارنر رو کار کردم. اون تلقه قشنگ چسبیده گذاشتم خشک بشه، قشنگ چسبیده به کارم و بعد از اینکه چسبیده خشک شده برمیدارم و روش رزین کار میکنم. حالا شما هم میتونید از رزین و هارنر استفاده کنید، یعنی ترکیب کنید به مقدار خیلی کم، مثلا 4 گرم رزین رو با 2 گرم هارنر ترکیب بکنید، روش کار کنید و دوباره 24 ساعت بهش زمان بدید تا خشک بشه. هم میتونید از رزین یووی استفاده کنید که سریع خشک میشه. یعنی رزین یووی رو شما یک لایه میریزید روی کارتون، قشنگ پخشش میکنید. چون رزین شفافه قشنگ بچه‌ها حواستون باشه که به تمام قسمت ها رسیده باشه، چون اگه به یک نقطه نرسه بعد از اینکه خشک بشه مشخص میشه که اون نقطه رزین نداره و تو رفتگی ایجاد میشه. پس حواستون باشه به همه نقاط برسونید و بعدش هم با دستگاه یووی خشک میشه. رزین یووی با دستگاه یووی خشک میشه. بقیه رزین ها بچه‌ها تو هوای آزاد بذارید بعد 24 ساعت خشکه، ولی رزین یووی در عرض 1 دقیقه با دستگاه یووی خشک میشه. شما نمیتونید رزین و هارنر نوع دیگر رو با دستگاه یووی خشک بکنید، فقط رزین یووی رو میتونید با دستگاه یووی خشک بکنید. حالا من یه حبابگیری هم میکنم چون رزین و بچه‌ها یووی هارنر نداره، یعنی تو همین قوطی رزین ریخته است، یعنی خودش با هارنر ترکیب شده و وقتی دستگاه یووی میذارین خشک میشه. لازم نیست شما با هارنر ترکیب بکنید. و این نوع رزین بچه‌ها حباب خیلی کمی داره و اینم بگم که رزین غلیظیه، سریع هم خشک میشه. دستگاه یووی رو میذارم روش
و ببینید در عرض 1 دقیقه خشک میشه. بعد از اینکه اونا خشک شد بچه‌ها، میام اون گربه‌های ملوسی هم که درست کرده بودم قسمت تو رفتگیشو با رنگ اکریلیک رنگ کردم، یکیو سفید کردم، یکیو مشکی کردم با رنگ اکریلیک. سعی کنید حالا یه ذره رقیقم بکنید، اگه خیلی غلیظ رنگتون با قلموی خیلی نازک بکشید و حالا اینم میذارید خشک بشه. مثلا 2-3 ساعت رنگ اکریلیک خشک میشه. بعد از اینکه خشک بشه باز میام رزین یووی هم روی اینا کار میکنم. حالا باز اینجام شما میتونید هم رزین یووی کار کنید، ولی میگم رزین یووی با دستگاه یووی خشک میشه. اگه نداشتین موجود تو خونه میتونید همون رزین و هاردنر رو ترکیب بکنید و یک لایه نازک و شفاف بریزید روی کارتون و بذارید خشک بشه. رزین یووی بچه‌ها با دستگاه یووی خشک میشه که الان اینم من بعد از اینکه رزین یووی میریزم روشون با دستگاه یووی خشکشون میکنم. یه نکتم اینجا بچه‌ها بهتون بگم، حواستون باشه رزینی که میریزید بچه‌ها به تمام قسمت‌ها حتما برسونید، چون رزین شفافیه و ممکنه، خب گفتم قبلا هم گفتم بهتون، ممکنه به بعضی جاها نرسه و حالت تو رفتگی تو کارتون ایجاد بکنه. و اینکه بچه‌ها وقتی رنگ اکریلیک کار میکنید یا روی اون تلقا حتما باید یک لایه رزین شفاف رو کار کنید. اگه کار نکنید به مرور زمان رنگ‌های اکریلیک هم پاک میشه و اون تلقم ممکنه در بیاد و اکلیل ها بریزه. ولی وقتی شما یک لایه رزین شفاف کار میکنید دیگه محکم کاری میکنید. هم اینجا کلیدی ها قابل شستشو هستن، هم به راحتی میتونید ازشون استفاده کنید. رو همشون بچه‌ها من رزین یووی ریختم و بعدش هم با دستگاه یووی خشکشون میکنم و میبینید که دستگاه یووی رو میذارم روش و به محضی که روشن کنم اونا شروع میکنن به سفت شدن. آموزش ها رو بچه‌ها ببینید، آموزش های خیلی خوبی دارم براتون میذارم، یعنی نکته به نکتهش رو رعایت بکنید، با جزئیات خودتون توی خونه میتونید انجام بدین. روی میز کوچیک میتونید خیلی کارهای خوشگل انجام بدین، جا کلیدی های متنوع و کارهای متنوع، ظرف و ظروف، ساعت، زیورالات، همه چی میتونید انجام بدین با همین آموزش ها. موفق باشین، حتما کانال رو داشته باشید، همراه باشین و با لایک و کامنتتون به هم انرژی بدین تا منم این آموزش های بهتر و جذابتر براتون آماده کنم. اینم از آکواریوم، جا کلیدی های آکواریومی بچه ها، ببینید چقدر خوشگلن و این گربه های ملوس.